همونطور که میدونید میز پی وی پی ماینکرافت مثل هر نوع پی وی پی دیگه یک تیر لیست داره که از لو تیر 5 شروع میشه تا های تیر 1 که تو این ویدیو میخوایم که پایین ترین تیر لیست یعنی لو تیر 5 و میس رو بگیریم. ولی ما اینجا به یه مشکل میخوریم و مشکل اینه که میس من خیلی داغونه، نه داغون، خیلی داغون. و برای اینکه این فاجعه رو متوجه بشید بذارید چند تا ویدیو نشونتون بدم. برای اینکه میز پی وی پی بهتر شه باید برم از دوستایی که میز پی وی پی شون از من بهتره سوال کنم. ببین برای اینکه بتونی تو میز پی وی پی بهتر انمی رو بزنی باید هیت باکس رو روشن کنی که چارچوب انمی معلوم باشه و راحت تر بتونی بزنیش به همین راحتی. پس نوب بازی در نیار دیگه. قوی تر شه باید بتونی سریعتر بین هاتبارت سویچ کنی، مثلا سریع الکترو بپوشی، سریع آرمورت رو تنت کنی، بتونی بریچ سویچ کنی و مدیونید اگه فکر کنید خودم گفتم اینا رو بگم. اوکی، بنیامین گفت از هیت باکس استفاده کنم، تو هم گفت کاری کنم که بتونم سریعتر بین هاتبارم سویچ کنم. اوکی، حالا میرسیم به مشکل بعدی. مشکل اینه که کجا بازی کنم. یا برم تو سرورهای پی وی پی بولی بشم و یا تو یوتیوب دنبال یک مپ سینگل پلیر بگردم تا بتونم تمرین کنم، که قطعا من گزینه 2 رو انتخاب میکنم چون که بگذاریم. و من داشتم مثل اسکولا کل یوتیوب رو میگشتم دنبال یه مپ تا این که یکی از دوستان بهم یه پیامی داد. ببین من یه مپ میشناسم که واسه تمرین پی وی پی توش میز هست. و بعدش واسم یه لینک فرستاد و وقتی که این لینک رو باز کردم انگار دنیا رو بهم دادن. سریع رفتم دانلودش کردم و ویدیوی بعد مونتاژی از تمرین کردن منه. بریم. و بعدش میرسیم به بحث زیبا و سخت تیر تست. اوکی، من الان تیر تست دادم و به نظرتون چی شدم؟
به به جای LT5 شدم های تیر 5، یعنی از LT5 یک کوچولو بالاترم. فرق LT5 و های تیر 5 هم اینه که یکم LT5 قوی تره، حتی توی تبلیست هم تیرمو نشون میده. به البته حالا اونا های تیر 4 هم، ولی خب حالا ما هم دیگه اونقدر ضعیف نیستیم. خوبه. شاید الان بپرسید فرق های تیر 5 و لو تیر 5 چه؟ های تیر 5 یکم بالاتره، لو تیر 5 هیچی از میسرش نمیشه، ولی حداقل من یه کوچولو یه چیزایی میفهمم. ولی الان من یه رکورد دیگه رو شکستم. من اول نفری بودم توی این سروریا، میتونم بگم حتی توی ایران، که تونستم تیر بگیرم توی گوشی و اینم یک افتخار فکر نکنم به حساب بیاد، ولی اینم اوکی. البته این توی ایران ها، چون که توی خارج یه چند نفری هستن و باشون بازی کردم و بازیشون 100% از من بهتره. اوکی، حالا که تو این سری هستیم و هنوز 8 دقیقه ویدیوی من پر نشده، بذار بریم یکم بازی کنیم. از مشکلاتی دارم، میتونم به این اشاره کنم که با گوشی نمیتونم ویدیو بگیرم چون که گوشیم ضعیف. ای بابا داشتی 2-1 دارم میزن، این نامردی حساب میاد، ولی چه میشه کرد. به میز بسه بینم کسی. به یه نفر اومد. اونر سرور عالی. فکر کنم خیلی از من قوی تره. امان از روزی که پیسی بگیرم. ای بابا شانسی بود. اینه بزنم شانسی نیست که فکر نکنم بتونم بزنمش، ولی تلاشم چیز جالبیه. ای بابا من ضعیف نبودم. این کسی خیلی بازیم بده، حالا که اسم میکنم. البته لگم بگنه بازی من خیلی خوبه، جدی میگم. ای بابا زیبا. الان نبینید اینجوری هم FPS هم پایینه، اگر نه خیلی وزن خوبه. ای بابا چی بود شد. بیریچ از این تکنیک واقعا متنفرم تا زمانی که خودم یادش نگیرم. ای بابا کی منو کشت؟ اوکی، ممنون که ویدیو رو دیدید. فقط قبل از این که ویدیو تمام بشه میخواستم اینو بگم که من واسه همین ویدیو 9 یا 10 دقیقه‌ای حدوداً 1.5 ماه زمان گذاشتم و ممنون میشم که با لایک و ساب منو خوشحال کنید. مرسی که ویدیو رو دیدید و بعداً میبینمتون.